أنوار أحمد قد شعت من القمرين، ضاءت من الحسن ومن الشهيد حسين. بيت النبوة كم يزدان بالسبطين، أنوار أحمد قد شعت من القمرين. طوبى لمن نهدوا من ذيلك النهرين، ما كان للإنسان في الجوف من قلبين، لكن حبهما نسكنه في العينين، لكن حبهما نسكنه في العينين. صلى عليك الله يا سيد الثقلين. أنوار أحمد قد شعت من القمرين، ضاءت من الحسن ومن الشهيد حسين. بيت النبوة كم يزدان بالسبطين، وكذا على الحسن من وحد الصفين، وعلى الحسين والحق في الثقلين، وعلى الصحابة من قد وقروا الحسنين، وعلى الصحابة من قد وقروا الحسنين. تعداد
این نامه ای است که به دست آوردیم و مهر خلیفه بر آن وجود دارد. آن را برایت میخوانم ابوالحسن. بنگر چگونه پیمان شکنی کرده است. بسم الله الرحمن الرحیم. از خلیفه عثمان بن عفان به والی مصر عبدالله بن ابی سرح. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اما بعد، هنگامی که نامه‌ام به دستت رسید، بدون هیچ اغماض و چشم مرهم زدنی باید محمد ابن ابی بکر و قافیه ابن حرب و سران عصیان همراهشان را بکشی و در اجرای حکم دلسوز نباش. و سلام. حامل نامه را گرفته ایم. به خود اعتراف نموده که عثمان او را فرستاد. خود نظاره کن. مهر او زیر این نامه است. با خود قضاوت کن. آیا این درست است؟ این کار برنامه ریزی شده است، زیرا چنانچه میگویید نامه به اهل مصر رسیده. پس چرا اهل کوفه و بصره بازگشتند؟ آیا آنها نیز نامه ای دریافت کردند؟ با این وجود نزد امیر مؤمنان نیز میروم تا نگویید که ما در صدور حکم عجله میکنیم. او رفتار بد خویش را توجیه میکند. زبان به دهان بگیر، بفهم درباره چه کسی صحبت میکنی. به نظر میرسد از آن چه علی ابن ابی طالب گفت راضی نیستی. کسی که او را علی مینامی نظرش مانند تو نیست. او به ابن عفان تمایل دارد. غیر از این نیست، توقعی از او ندارم. پس چرا به مردم القا میکنی که او جانشین عثمان است؟ مسلمانان تنها با بغض نسبت به دشمنانشان پیروز نشدند، بلکه محبت محمد هم هست. برای به سرانجام رساندن کارهایمان باید از آن جایی آغاز کنیم که خودشان آغاز کردند. یعنی همان گونه که سبب شدیم در بغض عثمان اختلاف پیدا کنند، باید در محبت علی نیز دچار اختلاف شوند. هنوز نفهمیدم. فکر نمی کنم هیچ وقت بفهمی. و در اجرای حکم اسلام هیچ دلسوزی به خود راه آمده و سلام. ولی این چیست؟ من کاتب امیر مؤمنان هستم، مهر او در اختیار من است و هیچ نامه‌ای فرستاده نمی شود مگر از زیر دست من و این اصلا خط من نیست. ای امیر مؤمنان، تو خط من را می شناسی؟ آیا این خط من است؟ این اولین نامه ای نیست که جعل می کنند. قبل از این هم نامه ای از قول من و قول طلحه جعل کرده بودند. پیش از این در امت محمد چنین اموری سابقه نداشت. گستاخی آنان نسبت به امیر مؤمنان به خاطر صبری است که به آنها نشان داد. آب از سر گذشته. گمان نمی کنم که آنها از گمراهی خویش دست بکشند. نظر شما چیست ابوالحسن؟ از زمانی که از نزدشان بازگشتی چیزی نمیگویی؟ این نقشه قبل از خروج آنها از مدینه طرح ریزی شده. امر از آنچه ما تصور می‌کنیم خطرناکتر است. اگر اهل مصر نامه را دریافتند، پس چه سبب شده که اهل کوفه و بصره بازگردند؟ میان آنها و اهل مصر حداقل 10 روز فاصله وجود دارد. بدانید در این میان کسی وجود دارد که مخفیانه کار می‌کند. پس آنها خفاش شبند، کسی را برای مجازات نمیتوان یافت. مصیبت این است که آنها توانستند تعداد بسیاری را در صف خویش آورند. کسانی که اسلام وارد قلبشان شده اما عقلشان از درکش عاجز مانده. پس تنها راه شمشیر است. حق با حسین است. بله، تنها راه شمشیر است. بله، تنها راه شمشیر است. آیا از من می‌خواهید شمشیر بر کسانی بکشم که لا اله الا الله میگویند؟ با این وجود من چگونه جانشینی برای رسول الله هستم؟ چه جانشینی برای ابوبکر صدیق؟ چه جانشینی برای عمر ابن خطاب؟ با اینکه گستاخی و نیرنگشان بر تو و شهر رسول الله ثابت گشته، باز همچنین میگویید؟ کتاب خدا و سنت رسول الله بین من و آنها قضاوت میکند. اگر راضی شدند که راضی شدند،
و اگر نه من خون کسی را که لا اله الا الله محمد رسول الله میگوید نمیریزم. ولی ای امیر مومنان، آنها آشوبگرند. اگر اکنون جلوی آنها را نگیری دیگر هیچ وقت به راه نخواهند آمد. این موضوع بین من و آنها اتفاق افتاده. من میدانم چگونه آنها را به حق سوق دهم. تنها یکی از این دو می باشد. مدعی باید ثابت کند و انکار کننده باید قسم بخورد. آنها اینجا می آیند و من به کتاب خدا قسم می خورم که این نامه را ننوشتم و هیچ اطلاعی از آن ندارم. اما این که بر آنها شمشیر بکشیم و حرمت شهر رسول الله صلی الله علیه و سلم و جانشینیش را بشکنیم، به خدا قسم تا وقتی زنده ام نمیگذارم چنین شود. حاضر به غایب برساند. کسی که بدون اجازه من آنها را بکشد، من از او بری هستم. آگاه باشید که به شما اجازه کشتنشان را نمیدهم مگر در حال دفاع از خود. کارشان به جایی رسیده که پشت سر امیر مومنان نماز نمیخوانند. این دیگر قابل بخشش نیست. به نظر میرسد اوضاع به سوی وخامت پیش میرود. آنها حتی برای این کار فتوا نیز صادر کردند. آیا دیوانه شدند؟ چه کسی میتواند فتوا دهد در حالی که یاران جدم در مدینه هستند؟ به نظر نمیرسد آنها ملاحظه چنین چیزی را کرده باشند و به خدا ریشه مشکلات همین است. رسول الله صلوات الله علیه فرموده شما را به تقوای خدا و اطاعت کردن توصیه می کنم. حتی اگر برده حبشی بر شما حاکم باشد، به راستی کسی که پس از من زنده بماند اختلافات فراوانی مشاهده خواهد کرد و بپرهیزید از امور جدید در دین، زیرا گمراهی است. هر کس این زمان را دریافت باید راه و روش من و جانشینان هدایتگرم را در پیش بگیرد و محکم بر آن چنگ زند. چرا امیر مؤمنان قسم خورده با آنها کاری نداشته باشیم؟ آنها سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را به کناری انداختند. به دلخواه خود فتوا میدهند و قرآن را با رأی خیش تفسیر میکنند. خدایا به تو پناه میبریم. نمیدانم ابن زهیر، نمیدانم. مطمئن نیستم چه اتفاقی میافتد. اتفاقی که برای ما میافتد یا آنها؟ نمیدانم. به خدا قسم کور شدی. آیا پس از یافتن راه دوباره میخواهی به بیراهه بروی؟ شاید راه اشتباه بوده و دچار توهم شده ایم. آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم نگفته هر بدعتی گمراهی است و هر گمراهی در آتش؟ یا شاید گمان میکنی که بدون عمل و پیروی از دستورات خدا او تو را پاک کرده و پاداش خیر به تو میدهد؟ نمیدانم ای هرقوز، نمیدانم. چه خبر شده؟ علی ابن ابی طالب پاسخ عثمان ابن عفان را آورده. قسم میخورم ای ابن زبیر، نامه هایی که ادعا میکنند با مهر امیر مومنان به دستشان رسیده جعلی است. تو خط من و روش نگارشم را میدانی. امیر مومنان تا کنون هیچ پیمانی را نشکسته است. این سخن به درد کسانی میخورد که در پی حق باشند، اما آنها در پی فتنه، نه چیز دیگری. همه ما میدانیم که آنها دروغگو هستند و خودشان هم میدانند، ولی تعداد زیادی از انسانهای بیگناه با آنها هستند که گناهی ندارند جز این که کم خرد و نادان هستند. بنابراین چاره‌ای نداریم جز این که سران فتنه را دستگیر کنیم تا خون این بیگناهان را حفظ کرده و به سوی حق بازشان گردانیم. میترسم راه دیگری نداشته باشیم مگر اینکه با این بیگناهان نیز درگیر شویم. افکارشان را مسموم کردند. حتی با بسیاری از رهبران فتنه هم قبیلند، یعنی اگر بدانند اشتباه کردند هم رهایشان نمی کنند. چاره‌ای جز شمشیر به نظرم نمیرسد. امیر مومنان راه حلت را نمیپذیرد. او به کلی این کار را رد کرد. تمام تلاش او این است که فتنه‌ای بزرگتر اتفاق نیفتد و مسلمانی خون برادر مسلمانش را به ناحق نریزد. برخی از یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم به امیر مومنان پیشنهاد کردند برای مدتی به شام برود تا فتنه فروکش نماید، ولی او قبول نکرد مدینه را رها کند.
نزد حسن و حسین می روم و همراه آنها نزد امیر مومنان. او ما را طلبیده است. با من نمیایی؟ نزد امیر مومنان هم دیگر را ملاقات میکنیم. بفرمایید. بفرمایید. حق با ابوالحسن است. ما نباید اجازه دهیم وی دست خالی برگردد. او بزرگوارتر از آن است که حتی با آنچه شما کردید دست خالی برگردد. گوش کنید. هیچ کدام از ما با نظر اشتر درباره منزلت علی ابن ابی طالب مخالف نیست. ما با او مخالفتی نداریم. ما فقط خواهان کنارگیری عثمان از خلافت هستیم. همین. بله، او باید رها کند و برود. همگی میدانید که ما بار اول وساطت ابوالحسن را پذیرفتیم و او به پیمانش وفا کرد، اما عثمان وفا نکرد. ولی شما از ابوالحسن شنیدید که عثمان آماده است به کتاب خدا قسم یاد کند که او از این تهمت مبراست. ما به اینجا نیامدیم که قسم او را بشنویم. آمده ایم که حق خود را بگیریم و تا آن را نگیریم باز نخواهیم گشت. دوستان، اگر این نامه بدون اطلاع او نوشته شده و بدون اینکه خبر داشته باشد مهرش بر آن زده، به خدا قسم مصیبتی بزرگتر است. تصمیم خود را گرفته اید و به قسم او راضی نمیشید. قسمش چه به درد ما میخورد؟ او نزد ما متهم است اگرچه بیگناه هم باشد. اگر این اولین اشتباهش بود ما کاری با او نداشتیم، اما قلب او سرشار از کینه ماست، همان گونه که قلب ما. آنچه بار اول و این بار ما را به اینجا آورد سیاستی است که ابن عفان با رعیت خود در پیش گرفته و به سبب نحوه توزیع ثروت و انتصاب خویشاوندانش به عنوان والیان ما تو به ما ظلم کنند. ما تنها حق خودمان را می‌خواهیم. او به ما خیانت کرده. آیا می‌خواهی ای اشتر پس از این که با چشمان خود حقیقت را مشاهده کردیم وعده های دیگرش را قبول کنیم و تصدیقش کنیم؟ نه، به خدا قسم دیگر چنین نمی کنیم. ما دو راه داریم. یکی این که به جای ما گروهی دیگر بیاورد و بر آنها حکومت کند که نمیتواند، و یا ما خلیفه دیگر بیاوریم که عهدهدار خلافت رسول الله صلی الله علیه و سلم. حال که به خلافت عثمان رضایت نمی دهید، به جای او می خواهید با که بیعت کنید؟ آن شخص کسی نیست جز علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه. وی را در خانه رسول الله صلی الله علیه و سلم تربیت شده و از همان کودکی دژی مستحکم برای اسلام بوده. بله، تنها ابوالحسن شایسته است. این درست است. به خدا قسم سابقه ندارد که انصار خلیفه خود را عزل نماید. از آن میترسم که ما کاری نباشیم، بلکه این کار با مشورت اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و در میان خودشان صورت گیرد. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آیا خبر ندارید که امیر مومنان دستور داده در مدینه سلاح حمل نکنند؟ بله میدانیم. پس چرا با خود شمشیر حمل می کنید؟ آیا حق نداریم با خود سلاح حمل کنیم با این وضعی که مدینه دارد؟ و نمیدانیم که این بیخردان چه در سر دارند؟ امیر مومنان به خاطر خودمان این دستور را صادر نموده است، زیرا او نمیخواهد دست مسلمانان به خون آلوده شود و شما زینت جوانان مسلمان هستید. شما کسانی هستید که در آغوش محمد صلی الله علیه و آله و سلم تربیت شده. به خدا قسم اگر گردنش قطع میشد برایش آسانتر بود از این که یکی از شما زخمی بردارد. جانهایمان چه ارزشی دارند اگر از امیر مومنان دریغشان کنیم؟ ولی اطاعت از امیر مومنان بر ما واجب است. درست میگویی. ما نباید کاری کنیم که امیر مومنان راضی نباشد. توکل بر خدا. بفرمایید. امیر مومنان منتظر شماست. دیر کردی ابن جبله. دیر آمدم چون مشغول اموری بودم که هم برای من و هم برای تو مهم است.
میترسم نقشه هایمان آنطور که میخواهیم پیش نرود، چون برای رسیدن به اهدافمان دچار مشکلات زیادی شده ایم. خیالت راحت باشد ابن جبله، من برای شکست نیامدم. خداوند مکر آنانی که مکارند را به خودشان برمیگرداند. به ابن ابی بکر نگاه کن ابن سبع. میترسم بر اهل مصر تأثیر گذاشته و آنها نظرشان را عوض کنند، مخصوصا پس از شنیدن سخنان علی ابن ابی طالب. آرام باش حکیم. ابن اودیس نخواهد گذاشت زمام امر به دست پسر ابی بکر بیفتد. همه چیز همانطور می شود که ما می خواهیم. یا از خلافت کنارگیری کند یا او را میکشند، مادرشان به عزایشان بنشیند که آتش به پا کرده. آنها از نردبان فتنه بالا می روند. میترسم اگر در برابرشان سکوت کنیم بر گمراهیشان بیفزاید. اکنون دیگر نباید در برابرشان سکوت کنیم. صبر ما به آنها طمع و جرأت می دهد. به خدا اگر نمیدانستیم که امیر مؤمنان بر حق است و آنها ناحق، اگر نمیدانستیم که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در فضیلت او گواهی داده او را بر این امر انتخاب نمی کردیم، مگر آنها بیشتر از ما دلسوز دین خدا اند. تو چه میگویی ابن عمر؟ میبینم ساکتی. فرزند امیر مؤمنان از خلافت کناره گرفت. آیا او همیشه در این دنیا میماند؟ نه. بر فرض که کناره نگرفت، آیا بدتر از قتل او میتوانند کاری بکنند؟ نه. آیا بهشت و جهنم او در دست آنهاست؟ نه. امیر مؤمنان میگوید نباید لباسی که خدا بر او پوشانده درآورد تا مبادا این امر به سنت مبدل شود. آیا هرگاه گروهی از رهبر خود خوشنود نباشند باید او را بکشند؟ ظاهرا آنها میخواهند برای مدت طولانی اینجا بمانند. ای زینب، جوری از بازار مدینه خرید میکنن که گویی یکی از ساکنینن. امیر مؤمنان که خواستایشان را پذیرفته دیگر چه میخواهند؟ نمیدانم زینب، نمیدانم، لکن امور اینجا اصلا خوب نیست. علی، برو ببین چه کسی در خانه را میزند. سلام بر نوه جعفر طیار و علی کرار. سلام علیکم. و علیکم السلام. خوش آمدی حسین. خوش آمدی ابی عبدالله. سلام بر تو. از کجا میایی؟ از نزد عمویت ابوالحسن. حال پدر چطور بود حسین؟ فکرش مشغول است ای زینب. حتی ابوالحسن نظری مخالف با امیر مؤمنان نگفته است. نظر درست همان است که امیر مؤمنان میگوید. ما فقط باید شنیده و اطاعت کنیم. چگونه امور مسلمانان سامان خواهد یافت در حالی که اجازه جنگ نداریم؟ امیر مؤمنان میترسد مسلمانان دچار فتنه شوند. او نمیخواهد که این سرکشان حرم مدینه رسول الله صلی الله علیه و سلم را حج که حرمت کنند. او مانند رفتار یک مادر با فرزندش با آنها برخورد می کند، اما آنها نمی فهمند. ولی چرا اجازه نمی دهد ما با آنها بجنگیم؟ گوش کن ای عمر. ابوبکر تو نیز گوش کن. یادتان هست پدر توصیه نمود بر اساس هوای نفس کاری نکنیم؟ یادتان هست که ما را به پیروی از خلیفه عادلمان توصیه نمود و گفت باید بشنویم و اطاعت کنیم؟ امیر مؤمنان بهتر از ما از اوضاع خبر دارد. او می‌داند که آنها اکنون زیاد هستند و جنگ با آنها یعنی حد که حرمت خون اهل مدینه. بله، ما نباید از دستورات امیر مؤمنان و پدرمان سرپیچی کنیم. دیدید که چه پاسخی داد؟ او قصد ندارد لباسی را که خداوند بر او پوشانده بیرون بیاورد. نظر شما چیست؟ چه کنیم؟ خب اگر خودش این کارو نکرد ما برایش این کارو میکنیم. چگونه؟ راهی ندارد جز این که بمیرد یا چه؟ یا کشته شود. دیوانه شده ای؟ او را بکشیم؟ بله، او را میکشیم. مگر وقتی میخواستیم حقمان را بگیریم به ناحق خونهایمان را مباح ندانست؟ پس خون او نیز بر ما مباح است.
آیا گمان میکنی اهل مدینه راضی شوند؟ هر کس از او دفاع کند خونش مباح است و همانطور می شود که خداوند متعال فرمود مردان منافق و زنان منافق همه از یک گروهند، به کار زشت می خوانند و از کار خوب باز می دارند. ولی بیشتر اهل مدینه اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند و کشتن آنها جایز نیست. ما حجت را بر او کامل کردیم و آنها نیز می دانند. ولی برخی نمی دانند. به نظر من کشتن راه حل نیست. ما راه را برایشان روشن می کنیم. بدین ترتیب مسئولیتمان در برابر خدا و مردم ادا می شود و در این هنگام هر که خواست ایمان بیاورد و هر که خواست کافر شود. ولی ابن اودیس چگونه ها؟ او را در تنگنا قرار می دهیم و هر روز سخنرانی می کند. باید مردم را بر علیه خود تحریک نموده و حق به وسیله باطل پوشیده شود. باید او را رسوا کنیم. این کار را به عهده من بسپارید. می خواهی چه کار کنی؟ خودم می دانم باید چه کنم. اینجا هستی؟ نمیخواهی بخوابی؟ دارم فکر میکنم. درباره چه؟ دنبال شخصی از مدینه هم که مورد اطمینانشان باشد. اقوام ما همگی در مدینه مورد اطمینان هستند. هم شجاع باشد و هم مورد اطمینان. زؤیب، هیچ کس مانند زؤیب نیست. میخواهمش. اکنون؟ بهتر نیست تا صبح صبر کنی؟ نه، نباید درنگ کرد. باید بدانم چه در سر داری. پس از آوردن زؤیب میفهمی. از کسانی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را دیده اند گواه میگیرم روزی که لشکر اسره را آماده می کرد فرمود چه کسی امروز بخشش قابل قبولی می کند؟ من نصف لشکر را از مال خود تجهیز کردم و 10,000 دینار نزد رسول الله صلوات الله علیه گذاشتم. رسول الله در حالی کان مال را با دستانش زیر و رو می کرد فرمود از این روز به بعد عثمان هر کاری کند به او گزندی نمی رساند. قسم به خدا که راست گفتی. گواهی می دهیم. هنگامی که به مدینه مهاجرت نمودیم دیدیم که آب گوارا اندک است و در مدینه بجز چاه رومه آب گوارایی نیست. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند کسی هست که چاه رومه را خریده و در اختیار مسلمانان قرار دهد و در عوض چشمه‌ای بهتر در بهشت به او داده شود؟ پس من آن را با دارایی خیش خریده و به مسلمانان دادم. هنگامی که مسجد پیامبر بر مردم تنگ شد کسانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم را دیده اند گواه میگیرم که فرمود چه کسی در برابر توسعه مسجد خانه‌ای در بهشت می‌خواهد؟ من با مال خیش خانه کنار مسجد را خریده و به مسجد اضافه کردم. بله، به خدا قسم راست گفتی. بله، گواهی میدم. به چه جرمی با من چنین می‌کنند؟ این دین بر دوش من و برادران مهاجر و انصارم بنا شد. پس به کدامین حق جنگ با من را مباح می‌دانند؟ چیزهایی که میگویی درست است، البته قبل از اینکه در امانت خدا خیانت کرده و پیمان شکنی کند. رهایشان کنید. امیر مومنان به شما میگوید رهایشان کنید. رهایشان کنید. به خدا قسم دلهایشان کور و چشمانشان از راه حق منحرف گشته. آیا نشنیدند که عثمان می گفت
کسانی که رسول الله صلوات الله علیه را دیده‌اند گواه می‌گیرم که هنگامی که من را به سوی مشرکان مکه فرستاد، دست راست خیش را در دست دیگرش قرار داد و فرمود این دست عثمان است که با من بیعت می‌کند. اشک از چشمانم جاری شده بود هنگامی که خلیفه مسلمانان به لرزه در آمدن کوه در روز احد را بازگو کرد. محمد صلی الله علیه و آله و سلم پایش را بر آن کوبید و فرمود آرام باش احد، زیرا بر تو به جز نبی یا صدیق یا شهید پای نگذاشته است. این قوم از او ایراد گرفته و گمان می‌کنند لیاقت خلافت را ندارد، در حالی که کدام یک از صحابه پیامبر صلوات الله علیه مانند اوست صلی الله علیه و سلم. ایستادنش در برابر آنها و دفاعی که از خود می‌کرد دلم را به درد آورد. ای کاش سخنانش را فهمیده باشند. امیدوارم به جایی نرسند. آنها دست از این کار بر نمی‌دارند مگر اینکه شمشیرهایمان را در مقابل خود ببینند و آنها را به راه راست برگردانیم. هیهات هیهات که چنین شود، زیرا امیر مؤمنان جنگ با آنها را بر ما حرام کرده و فکر نمی کنم از رأی خود بازگردد. گستاخیشان را دیدید نسبت به امیر مؤمنان؟ کارهایشان خشم درونم را برافروخته بود، ولی آن را فرو خوردم، زیرا در مسجد جدمان صلی الله علیه و سلم بود. به خدا قسم فقط اطاعت از امیرالمومنان باعث شد بلایی به سرشون نیاورم. البته از ضرب و جرح بی‌نصیب نماندند. آنها با وضعیت بسیار بدی از مسجد رانده شدند. از این ناراحتم که رانده شدگان حتی حرمت خانه خدا را رعایت نکردند، مکانی که عثمان با مال خیش در توسعه اش سهیم شد. چه زشت به تو تهمت میزنن ای عثمان. به نظرت کارشان تا همین حد پایان میپذیرد؟ خدا کند چنین باشد. نزدیک بود کشته شویم. به من گفته بودی همراهت بیایم، مرا با خود آوردی و به مسجد بردی، سپس کاری که خواستی انجام دادی و با عثمان بحث کردی. اگر او حمل سلاح را در مدینه ممنوع نکرده بود، من و تو اکنون در زمره انبات بودیم. مهم این است که جان سالم به در بردی. کجا می روی قیس ابن عباده ای فرزند بزرگ انصار؟ نزد امیر مومنان عثمان می روم تا اجازه جنگ با این اوباشی که مدینه را محاصره کردند را از او بگیرم. انصار خدا و رسولش قسم یاد کرده که جلوی آنها را بگیرند. احسنت بر تو و بر انصار قیس، ولی امیر مؤمنان تو را نیز از جنگ منع می کند، همان گونه که ما منع شدیم. سعی می کنم قانعش کنم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا نگهدار. قیس ابن عباده حق دارد. اگر ما برابرشان سکوت کنیم، آنان بیش از این دست رازی می کنند. باید همین جا جلوی آنها را بگیریم. در حالی که امیر مومنان بین ماست میخواهند او را بکشند، میخواهند او را در حرم مدینه به قتل برسانند. پس باید مرزی برایشان مشخص کنیم. در واقع به او 3 پیشنهاد دادم. گفتم یا به جنگ با آنها برویم، نفرات و نیرو که داریم و تو بر حق هستی و آنها باطل، و یا اینکه به سوی مکه سفر کنی، یا اینکه به سوی سرزمین شام بروی، زیرا معاویه ابن ابو سفیان آنجاست. ولی او همه را رد کرد و گفت به خدا قسم من اولین کسی نخواهم بود که با خونریزی در میان امت رسول الله صلوات الله علیه مخالفت می کنم. اما در مورد رفتنم به مکه، حال که آنها خون مرا در مدینه مباح دانستند، چه تضمینی هست که در مکه خونم را نریزند؟ و اما راجب به شام رفتنم، من هرگز سرزمین هجرتم و مدینه رسول الله صلوات الله علیه را ترک نخواهم کرد. وای بر تو ابن جبله، آیا عثمان با کتاب خدا و کلام رسول الله دهانت را بست و جوابش را ندادی؟ مگر او از یاران رسول الله نیست؟ او میداند هر آیه‌ای درباره چه نازل شده، چرا که نه؟ چرا او از یاران رسول الله نباشد؟ به نظر میرسد به او تمایل پیدا کرده اشتر. آیا آنچه گفتم صحیح نیست؟
هر بار با او مناظره می کنید دهانتان را می بندد و مردم بیشتر اطراف او گرد می آیند. شما به او فرصت می دهید تا حقایق را بر مردم بپوشاند. بله به خدا، می بینید حتی ما هم با هم اختلاف نظر پیدا کردیم. منظور چیست ابن جبله؟ عزمتان را یکی کنید، زمان زیادی گذشته. او را محاصره کنید، به او بفهمانید که اگر کناره‌گیری نکند با او خواهید جنگید. دیگر صبرمان لبریز شده. حتی نباید بگذاریم او برود به مسجد. ما از الان نباید بگذاریم او برود به مسجد، زیرا سخنانی میگوید که سبب شده اهل مدینه از ما فاصله بگیرند. و اگر کناره‌گیری نکرد طور دیگری با او رفتار خواهیم کرد. سلام بر امیر معاویه. و علیکم السلام و رحمت الله. خبرهایی به من رسیده که بیان می کند آشوبگرانی که به مدینه نزد امیر مومنان رفته بودند به شهر بازگشتند. همه آنها؟ بله. اهل مصر به همراه محمد ابن ابی بکر که جایگزین عبدالله ابن ابی سر شده بازگشتند. اهل بصره نیز پس از اینکه به آنها وعده عزل سعید ابن ابی عاص و جانشینی عبدالله ابن ابی عامر داده شده نیز بازگشتند. اهل کوفه نیز همچنین. آیا اهل کوفه نیز درخواست عوض شدن ابو موسی اشعری را کردند؟ نه، خلیفه آنها را به ولایت او راضی کرد مگر کسی مانند او یافت می شود. تو اهل عراق را نمی شناسی ای ضحاک. از هیچ کس خوششان نمی آید. آیا آنان نبودند که از امیر مومنان عمر ابن خطاب رحمت الله درخواست کردند سعد ابن ابی وقاص را عوض کند؟ کسی که رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره‌اش فرمود او دایی من است. کدام یک از شما دایی چنین دارید؟ ای ضحاک، سعد اولین کسی است که در راه خدا تیر انداخت و اولین کسی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به او فرمود که پدر و مادرم فدایت باد. خدا را شکر همه چیز به خیر گذشت. امیدوارم چنین باشد ابن قیس، ولی آنان آشوبگرند. ای کاش امیر مومنان نصیحت مرا میپذیرفت و به شام آمده و اینجا مستقر میشد. امیر مومنان مصلحت مسلمانان و خودش را بهتر میداند. نمیدانم، ولی به اتفاقاتی که افتاده خوشبین نیستم. ای ابن قیس، از تو میخواهم که بی هیچ درنگی پیگیر اخبار خلیفه باشی تا اینکه امور آرام گیرد. خبرها رو یکی پس از دیگری برایت میآورم، نگران نباش ابا عبدالرحمن. از اهل خودمان چه خبر؟ از اهل شام چه توقعی داری؟ آنها همه در خیر و خوبی اند. ای کاش همه مانند اهل شام بودند، دیگر فتنه و آشوبی در کار نبود. ولی ای کاش چه سودی دارد؟ پدر ما را بر حذر داشته که از امیر مومنان سرپیچی نکنیم. امیر مومنان با قسمش دست ما را بسته. ای کسانی که ایمان آورده اید، از خدا و پیامبر اطاعت کنید و از فرماندهان مسلمان خود فرمانبرداری کنید. سلام علیکم. علیکم السلام. بفرما ای عبدالرحمن. خوش آمدی. خدا را شکر که همگی اینجا هستید. چه شده ای عبدالرحمن؟ مضطرب به نظر میرسی. نگران برادرم محمد هستم. این اراذل او را فریب داده و با خود همراه کردند. خواهرم ام المؤمنین عایشه از من خواسته تا محمد را از آنها جدا کنم. و اگر میترسم او از بیم مجازات امیر مومنان بر نگردد چنان که تصور میکند و من نمیخواهم بدون اطلاع امیر مومنان به سراغ او بروم. پس چرا نمیروی او را مطلع کنی؟ خواهم رفت، ولی بهتر از شما هم با من بیایید، زیرا تنهایی خجالت میکشم چنین مسئله ای را نزد امیر مومنان مطرح کنم. باشد، با کمال میل. پس چرا نشسته اید؟ در کار خیر حاجت هیچ استخاره‌ای نیست، برویم. توکل بر خدا. بفرمایید. بسم الله. بشنوید و هوشیار باشید. 5 نفر از شما را میخواهم. مسجد را محاصره کرده و هرگاه او را مشاهده کردید در دلش ترس اندازید
بیان که به او آزاری برسانید. شنیدید؟ اما مردم مصر و بصره از شما میخواهم که در اطراف خانه‌اش پخش شوید، بیان که به او کاری داشته باشید، مگر زمانی که فرمان من بیاید. فهمیدید؟ مگر زمانی که فرمان من بیاید. حالا بروید. اطاعت می شود. بروید به امید خدا، بروید. اگر به مأمورانش دستور گرفتن آنها را داد چه؟ ای کاش این کارو بکند، ای کاش این کارو بکند غافقی. ابن سبع، ابن سبع، چه شده؟ مژده ابن سبع، مژده. بالاخره افرادی را فرستادن تا از رفتن عثمان به مسجد جلوگیری کنند. پس بالاخره دست به کار شدن. چه خبر از زعیب؟ به مدینه رفته و دوستان زیادی گرد او جمع شده و از کتک خوردنش خیلی عصبانی هستند. و گروه خودمان در مدینه؟ آنها در حال افزایش بوده و میخواهند تو را در خانه هایشان میهمان کنند. آفرین بر آنها. اما تو میدانی عثمان مرا از مدینه بیرون کرده و آمدنم به آنجا ممنوع است. اگر یکی از آنها مرا ببیند و به عثمان گزارش دهد بر من حد جاری میکند. گفتند شبانه بیاید تا او را ببینیم و کسی از آمدنش با خبر نشود و اگر نمی ترسیدن دستانشان رو شود خود نزدت می آمدند. به زودی، به زودی انشالله. آنچه میبینم تو هم میبینی؟ کیست که نبیند؟ امروز نباید بدون شمشیر به مسجد برویم. آیا امیر مومنان آنها را دیده است؟ دیده، ولی به ما اجازه برخورد به آنها را نداده. آنها در پی فتنه هستند ولی نمیتوانند ما را فریب دهند. این فقط شروع طوفان است. اگر دست من بود آنها را برای رضای خدا میکشتم. باید از خدا بخواهیم به ما صبر عطا کند و مشکلاتمان را برطرف کند. با امیر مومنان درباره تو سخن گفتم. او گفت میداند تو قربانی فریبکاری آنان شده ای و او تو را بخشیده است. ولی من فرمانی که او داده نبخشیدم. سپس من به مدینه باز نمیگردم تا زمانی که او نویسنده نامه را تحویل داد یا اعتراف نکرده خودش دستور داده این نامه نوشته شود و یا در برابر مردم به گناه خویش اعتراف کند و بعد کناره‌گیری کند. اراجیف آنها را باور کرده ای؟ همانطور که بسیاری از اهل بصره و کوفه و مصر باور کردند؟ برادرم، همه اینها نیرنگی بیش نیست تا امور مردم را بر وفق هوا و هوس خود سوق دهند. عبدالرحمن، اگر با دو چشمانم نام خود را در نامه‌ای که مهر عثمان بر آن بود نمیدیدم ادعایش را باور میکردم. ولی هیهات، من دیگر فریبش را نمیخورم. خواهرمان عایشه ام المؤمنین تو را قسم داده که برگردی و این فتنه‌گران را رها کنی. نزدیک است به خاطر تهمت‌هایی که به امیر مؤمنان همنشین رسول خدا صلوات الله علیه و دامادش میزنن خشم خدا بر سرشان فرود آید. هرچه خواهرم ام المؤمنین عایشه بگوید به روی چشم، بجز در این امر که تصمیمم را گرفتم. میبینی چه شده ای حسن؟ منظورت آنهایی است که امیر مومنان را تهدید میکنند؟ این اراذل و اوباش منتظر فرصتی هستند تا به امیر مومنان دست پیدا کنند. به خواست خدا نمیتوانند. آنها در پی این هستند که او را خشمگین کرده تا عکس‌العمل نشان دهد، سپس عکس‌العملش را حجتی بر ریختن خون مسلمانان قرار دهند. اگر رهایشان کنیم هم به گمراهی خود می‌افزایند. امیر مومنان تلاش می‌کند پاسخ بدی را با محبت و بخشش بدهد. تصمیم گیری او بی‌دلیل نیست، نتیجه تجربه یک عمر طولانی است. میدانی خلیفه چند سال دارد؟ سن امیر مومنان زیاد است. سنش از 80 گذشته. او ما را از زمان گهواره به یاد دارد. ما همه عموزادگانی هستیم که در مکه بودیم و خداوند پیامبرش محمد صلی الله علیه و سلم را به عنوان هدایتگر و بشارت دهنده مبعوث نمود. پدرها و مادرهایشان را رها کردند و حتی مکه. آیا میدانی رها کردن مکه یعنی چه؟ به خاطر دین رهایش کردند.
به خاطر همه ما. دین اسلام را با دل و جان بر دوش کشیدند تا انسانها را هدایت کنند. پس از او ابوبکر و عمر خدا رحمتشان کند آمده و انسانها را گروه گروه بدین وارد نمودند و به خود سختی می‌دادند تا مردم در آسایش باشند. بیدار بودند تا مردم بخوابند، می‌مردند تا مردم زنده بمانند. و اکنون اسلام سرزمین‌ها را می‌پیماید در حالی که در دامان نور به همراه دارد. گمان نمی‌کنم امیر مومنان بعد از تمام چیزهایی که با آن مواجه شده بیم از جان خود داشته باشد. بعد از آن همه نعمت‌هایی که خدا به مسلمانان عطا نمود، 80 سال برای کسی که زیر پرچم پر افتخار اسلام پیروزی‌های زیادی را دیده، محال است اجازه دهد خون‌های پیروان خطاکارش ریخته شود. نه، آنها او را از مرگی می‌ترسانند که قطعاً آمدنی است. آن وقت است که با دیدار محبوبانش به آرزوی خود می‌رسد، با دستانی پاک از خون مسلمانان. بيت النبوة كم يزدان بالسبطين وعلى الصحابة